بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و آرزوی سلامت و موفقیت برای همه هموطنان عزیزمون، خصوصا نیروهای نظامیمون. خب من دو تا نکته به ذهنم رسید عرض بکنم. ببینید توی دو تا عرصه ما باید تو حوزه عملیات روانی و رسانه‌ای وارد بشیم. همون که تو ویدیو قبلی هم توضیح دادم خدمتتون. یه بخشی به ذهنم رسید که الان به نظرم باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که یه پیام خیلی خوبی سردار رادان دادن، این که اگر کسی احساس میکنه فریب خورده بیاد اعلام بکنه و در واقع این اثر داره. ببینید این اتفاق باید دوگانش خیلی خوب ترسیم بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی احساس میکنه فریب خورده، اگر بیاد بره خودشو به چه میدونم یه پاسگاه پلیسی جایی معرفی بکنه و عنوان این تخفیف باید خیلی دقیق‌تر برای جا بیفته. این نسبیه، اون خوب متوجه نمیشن، شاید بگن اینا میخوان ما رو فریب بموندن ما خودمون گیر گفتیم. نه، یه دوگانه باید ترسیم بشه. جاسوس این طرف اعدام بدون هیچ مماشات. مندم رئیس محترم قوه قضاییه اعلام کردن که خیلی سریع باید جنگی در واقع رسیدگی بشه. خیلی اتفاق درستیه و همین امروز هم با خبر اعدامی که این جاسوسا اومد، همزمان که اینا رو از در واقع دار آویزون میکنید، همزمان هم بگید هر کسی بیاد الان تو این تایم مورد بخشش قرار میگیره. ببینید طرف تاش داره برای این دنیا میجنگه، به جونش که دیگه نمیارزه که با خودش. اون کسی که اعتقادی داره میجنگه مثل این داعشی‌ها و بحثش فرق میکنه. اما اون که اینا عمدتاً آدمایین که اینا مزدورن، یه پولی بهشون دادن بلند شدن اومدن، وقتی خودشو تسلیم کنه بگه من که دارم گر از این برم باید اخبار دستگیری اینا توسط گزارشات مردمی پخش بشه. ببین این مثلث کنار هم دیگه یه فضایی تو ذهن اون طرف مقابل میسازه و واقعیت رو میسازه. من نمیخوام کسی فریب بدیم، من میخوام با واقعیت او کنار بیاد و متوجه بشه به خاطر کسی دیگه نه دنیا آخرتش هم چیزی خراب نکنه. این نکته اول. نکته دوم که ببینید اینا از رفتارشون عملکردشون مثل ترکوندن لوله آب، نمیدونم لاستیک آتیش دادن. ببین مردم دارن رد میشن، متاسفانه یه عده فقط دوستان گوشی دست بگیرن فیلم بگیرن. ما بعضا میبینید از حملات مقتدرانه ما به سرزمین‌های اشغالی به زور به سختی یه دونه کلیپ در بیاد. الان پلیس اونجا داره با کسی که شادی میکنن به خاطر کسی که دارن انتشار میدن، کسایی که دارن نقاط موشک رو دارن فیلم برداری میکنن، داره برخورد میکنه. اینجا مثلا این لاستیک آتیش دادن، مردم دارن فیلم میگیرن. برادر عزیز من، خواهر گرامی من، بابا ول کنید این فضا رو که آقا مثلا فیلم بگیرید. خیلی از اینا میخوان القا بکنن، اینو دقت کنن، القا بکنن که آقا همه جا رو دارن میزنن. اینا اولا بدونید منو مطلع دارم عرض میکنم، بخش قابل توجه از چیزی که دارن اینا میزنن ضربات میزنن کوره. فقط برای چی دارن تو نقاط مختلف تهران، عموما پایتخت، دارن یه نقاطی رو انتخاب میکنن که بگن هر کسی رو شما زنگ بزنی یا باش تماس داشته باشی بگه نزدیک ما رو زدن. و طرف وقتی میگه نزدیک ما رو زدن، خب میبینی 5 کیلومتر باش فاصله داشته، 6 کیلومتر باش فاصله داشته، خب 10 کیلومتر باش فاصله داشته، صدا رو شنیده، بعد فکر میکنه که مثلا الان نزدیک اونجا رو زدن. یه کلاغ 40 کلاغ هم صورت میگیره که این تصور به وجود بیاد که آقا اصلا انگار اینجا دارن موشک باران میکنن، اینجا انگار دارن بمب باران میکنن. این خیلی مهمه ها، اینا عنایت داشته باشید. یعنی اصلا این اخباری که میشه رو ذهنتون اثر نگذاره. بعضی از اینها مثلا آماده است، طرف از قبل داره فیلم میگیره، یا میبینی یه ساختمونی با پهپاد هدف قرار میگیره، با یه ریز پرنده هدف قرار میگیره. این مشخص اون کسی که داره این فیلم پخش میکنه جاسوس بخشی از این تیمه و اینو تو علم غیب داری اونجا رو داری خدمت شما عرض کنم از قبلش فیلم میگیری. بعد میبینیم شبکه‌های خارجی و رسانه‌ایشون هم سریع همونها رو پوشش میدن. من و شما کمک که نمیتونیم بکنیم، لااقل ابزار دشمن نشیم دیگه. اوکی، همه حرف همینه. اولا اینا بدونید بخشی از اینا که اصلا فقط لاستیک طرف داره دود میزنه، آتیش میزنه، یه دودی داره درست میکنه، لاستیک همین دود غلیظ و سیاهی داره، از 10 کیلومتری هم دیده میشه. مردم میگن ببین کجا رو زدن، ببین فلان جا رو زدن. این توی عرصه داخلی این فعلا علل حساب باید حواسمون باشه که این ضربات کوره خیلیاش فیکه. یه بمب صوتی هم میترکه، میگه صدا رو ببین چطور شده فلان، یه ترقه هم بترکه، همچین حسی در ممکنه افراد به وجود بیاد. در حوزه خارجی اتفاق خیلی خوب افتاد، یعنی انتخاب سخنگو خیلی خوب بود، پیام قاطعی رو فرستاد. ای کاش اگر صلاح میدونن مسئولین محترم حتما فضایی رو برای زبان عبری هم قرار بدن. ببین ما باید مردم اونجا رو خطاب قرار بدیم، یعنی ساکنان سرزمین اشغالی رو خطاب قرار بدیم. نتانیاهو امروز برای نجات خودش و خانواده‌اش داره اونا رو هم به کشتن میده. ما چاره‌ای نداریم جز این که اونجا رو هدف قرار بدیم. چرا؟ چون پدافندشون بین ساختمان‌ها قرار گرفته. بعد چیکار کنیم؟
ها، اونا دارن از مردم خودشون به عنوان سپر انسانی دارن استفاده میکنن. مگه اون پدافند ما رو نمیزنه؟ ما هم باید پدافندشو بزنیم که بتونیم پادگانشو بزنیم. ما وعده صادق 1 و 2 فقط مناطق نظامی رو زدیم، الان هم داریم نظامی رو میزنیم. ما طبق اطلاعاتی که به دست آوردیم داریم این سری افراد نظامی رو هدف قرار میدیم و اماکن نظامی رو قرار میدیم. چه کنیم که اینا رفتن بین مردم قایم شدن؟ خب ببین الان برعکس جمهوری اسلامی ایران که میخواد تفکیک کنه بین مردم و اصلا نقطه زنی موشک‌های ما از ابتدا یک مسئله شرعی بوده. برای چی؟ به خاطر اینکه مردم بیگناه کشته نشن. خب ببین یعنی حتی ما در مقابل دشمنمون هم اینطوری فکر می‌کردیم. حالا نکتهش چیه؟ اینا چه کنیم همشون نظامیان؟ شما مثلا نوشته حضور امدادگران، نگاه می‌کنی همه لباس نظامی تنشونه. چجور امدادگریان اینا؟ درسته؟ اینو پس عنایت داشته باشی. این باید به مخاطب عبری اگر میشه به زبان عبری گفته بشه. چه میدونم اگر فردی هست اصلا با ابزار هوش مصنوعی این شرایط فراهم بشه، این خیلی خیلی مهمه. از این بخش غافل نشیم. بدونید اونها اثر رسانه‌ای روشون صهیونیستا، من بگم 100 برابر ماست، اشتباه نگفتم، به عنوان یک یهود پژوه صهیونیست پژوه به شما عرض می‌کنم. حتما این کار باید صورت بگیره به نظر من، چون اونجا پایه‌های چی بگم مشروعیت نتانیاهو در خود سرزمین اشغالی باید هدف قرار بگیره. این نکاتی که به ذهنم رسید گفتم خدمت شما عرض بکنم، با شما در میون بذارم. یا علی.